عرض سلام مجدد خدمت مخاطبین عزیز بارش اسپورت. خدمت آرمان آبسالان عزیز هستیم. سومین هفته پای گل زد برای دارایی هفته پیش مقابل عربی و امروز هم که تو تبریز. آرمان جان آقا چی شد؟ من الان ازت پرسیدم دور اول تفاوت و امروز که به عنوان یک گلزن قهار هم رو زمین هم رو هوا یه جوری بار فنی نظام نیت هم تشریف بیاری بار تهاجمی داماش چند روزی به دوش کشید. اما نظر خودتون. حالا قرار یا خط شانسی بود. گل بزنن تا که بار بودش من تا نیست برای بچه همه زحمت میکشن فقط گل به اسم من تلاش همه. شما بفرمایید که با توجه به اینکه امروز داماش مساوی کرد ما رفتیم به جدول حس می‌کنیم که الان شرایط تیم بگونی هست که ما بتونیم دوباره برگردیم به صدر جدول و دوباره مسابقات رو با عنوان تیم اول تمام کنیم یا نه 100% تمام تلاشمون همینه. ما با دو تا رقیب اصلیمون هم تو رشت بازی داریم. خودش خیلی خوبه. ما تمام توانمون رو می‌ذاریم. نگران این بابت نباشیم. ما کم باشی نمی‌کنیم. هوای خود واقعا سنگین اذیت. آره یه مقدار سعی می‌کنم به خاطر شرایط با اتوبوس اومدن و دیر رسیدنشون ناشناس تایم هم نداشتید یه ذره این شرایط هم تاثیر داره. نتیجه خوب بود. و سوال آخر حضور این هوادارا تا اینجا که اومدن تبریز واقعا دستشون در نکنه باعث دلگرمی خیلی محبت دارن تشریف میارن. بازم شرمنده ایم که مساوی شد ولی خیلی هم نتیجه. بله همینطور. خیلی ممنونم. سلامت باشید. یا علی خدا. و این هم نظرات آرمان آبسالان زنده تکل داماش که باعث شد حالا ما بازی رو هرجور شد مساوی گرفتیم ولی خب نشد که ببریم. یا علی مدد خدا نگهدار.